برای مطابق شوی با تغییریابی اقلیم که در این سمت حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته تدبیرهای ضروری را در سطح منطقه و جهان عملی می‌نماید. فوند آقاخان در دایره لایحه برنامه‌های رشد دهات اداره کنی همگرایی ذخیره‌های طبیعی برای رشد عادلانه و استوار در وادی زرافشان اینوست با دستگیری اتحاد اروپا برای خانواده‌های دهات به طور تجربوی دستگاه‌های استحصال بیوگاز را دسترس و وصل و نصب می‌نماید. در پنجکند از جانب ساکن دهه نور زندگی جماعت دهاتی سراسم جبارف ابرار بیوگاز استحصال کرده شد. نام برده در گذشته برای تامین احتیاجات روزگاری خود اساساً هیزم، انگشت و دیگر نمود مواد سوخت را می‌خرید. در این خانواده حالا با استحصال گاز طبیعی کلی خراجات برای خریدن دیگر نوع سوزشواری از بین رفته است. چطوری که جبارف ابرار میگوید بیوگازی که استحصال میکند برای یک روزه آماده نمودن صبحگانه و آماده نمودن خوراک پیشین، اینچنین برای آماده نمودن خوراک بیگاهی روزی کفایه است. گاز اشراب چقدرش مقصد؟ من از گاز فایده دیدم. 4 حیوان کلون شاخدار دارم. با راه استحصال بیوگاز از پاروی چارواهایم استفاده میبرم. برای زندگی روزمره ما با چای و خوراک تامین نمودن ما خوراک‌های چاش، نصف روزی و بیگاهی را توسط بیوگاز آماده می‌سازیم. برای استحصال و استفاده یک روزه بیوگاز 1 سطل پارو کفایه میباشد. فایده آورش آن است که در یک هفته ما برای پر کردن بالون گاز 50 سومانی و برای استفاده قوه برق در یک ماه 100-200 سومانی خراجات میکردیم. این تجهیزاتی که من آماده نمودم با مبلغ‌گذاری اتحاد اروپا لایحه اداره کنی همگرایی ذخیره‌های طبیعی برای رشد عادلانه و استوار در وادی زرافشان اینوست آماده کرده شده است که من منتداری خود را به این تشکیلات بیان میکنم. ikkinchi ekinlarga ham uspet qilyapmiz. Buning foyda tomonlari shunday. تجهیزات برای استحصال بیوگاز با تکنولوژی بیوراکتوری گیبریدی اساس می‌یابد که برای کارکرد پاروی چاروا و پرنده ها پیش بینی شده است. راکتور پاروی با آب آمیخته شده را کارکرد نموده بیوگاز و بیونوری استحصال میکند. در دهه نور زندگی جماعت دهاتی سراسم باشد ساکنان را جمع نموده به آنها درباره این تجهیزات اطلاع داده شد. با مبلغ‌گذاری اتحاد اروپا و اجرای شرکت نکسیگال مشاور و فوند آقاخان تجهیزات نوی استحصال گاز بیولوژی به راه مانده شده است. برتری و افضلیت این سیستم در آن است که همیشه برای گرفتن گاز معتدل برای یک خانواده کافی است و داشتن همگی 2 یا 3 سر گاو بسنده است که این خانواده در دوام سال پورا با گاز طبیعی تامین باشد و اینچنین باز هم برای گرفتن نوری خیلی خوش صفت ارگانیکی که البته در خارجیشان این دهقانان استفاده میبرند هم فایده دارد و هم برای زراعتشان مفید هم هست. اطلاع داده شد که با کمک این تکنولوژی خانواده‌ها و خواجگی‌های چارواپروری برای عوض تنها سوختن پارو اکنون می‌توانند هم دارای منبع انرژی تازه برای خوراک‌پزی و گرم‌کنی خانه‌ها شوند و هم برای بلند برداشتن حاصلخیزی زمین‌های خود بیانوری استحصال کنند. زنها نیز دیگر به خشکانیدن پارو و تیار کردن تپک مشغول نمی‌شوند و وقت خالی بیشتر خواهند داشت که آن را می‌توانند برای آموزش یا اگروبیزنس خود صرف کنند. کارخانه‌های کارکرد شیر با دسترسی به تکنولوژی بیوراکتوری می توانند منبع‌های انرژیتیکی خود را گوناگون کرده پرتاب‌های گازهای گلخانه‌ای را توسط اداره کنی بهتری پارو کاهش دهند. مقصد این روی صحرایی آگاه کردن جامعه بلند برداشتن سطح آگاهی جامعه از امکانیت‌ها موجودیت و کارکنی اون تکنولوژی‌های آلترناتیوی نیرو از قبیل تجهیزات استحصال بیوگاز می باشد که با همین مقصد گذرانده شده است. در همین خانواده در دایره لایحه اینوست با مبلغ‌گذاری اتحاد اروپا و همکاری با تشکیلات جمعیت نکسیگال مشاور تجهیزات استحصال بیوگاز یعنی با واسطه بیوریاکتور نصب کرده شده است و این امکانیت می‌دهد که همین خانواده از آن پاروی چارواهی که در خواجگی دارد از آن برای پختن خوراک برای گرم کردن آب یعنی گاز طبیعی استحصال کند.
منبع از آن تامین خانواده‌های دهات با سوزشواری تازه و ارزان، کم کردن پرتو متان به اتمسفر و همین طریق محدود نمودن گرمشوی گلوبالی ارزیابی می شود. گزارش مرتبه رحمون و خیام جورایف و شاحسین صالحов.